بیانیه مردم ایران خطاب به نتانیاهو. خود کچل تو گونی زورت از زن بچه مردم رسیده. تو همون کسی هستی که وقتی از تو کم ننت در اومدی یه گوشی اپلی دستت بود، به جای گریه بکنی میگفتی ماما میخوام بخند تو یاهو خو نخنی، یعنی مامان میخوام برن تو یاهو نتنی. دیگه مامانت اسمت گذاشت نتنی یاهو، دیگه بعدا شدی نتانیاهو. خو یابو بدون با کی طرف هستی. ما همون ملتی هستیم که وقتی ما حمله میکنیم دلار میبریم بالا، صف پمپ بنزین شلوغ میکنیم، همه میفرسیم تو صف، از او برم ملت اسرائیل میکنی تو زیر زمین. حالا وقتی تو حمله میکنی دلار میاریم پایین، خبری از صف نی، همه مردم رفتن رو پشت بون با گوشی فیلم میگیرن، مینی میخوای بزنی یا نه، شدی زنگ تفریمون. کاری نکو دلار بکنی 1000 تومن آمریکا هم با سر بخوره زمین، ولو دلو بیشی بفتی تو بیابون یا کاسه چه کنن دست بگیری. فهمیدی چه گفتن؟ استدیو فساخندی ها 20 کیلومتری هارون